الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مادران و خواهران بسیار گرامی، همگان شما را به این ماه بسیار پرفیض، ماه بسیار پربرکات تبریک و تهنیت میگویم و از خدای مهربان خواهان او هستم که این روزهایی که از ما سپری شده ایستاده است، خداوند روزهای داشتمانه طاعت و عبادتهای انجام دادمانه به درگاهش مقبول بگرداند و باقی مانده روزهایی که از این ماه مبارک مانده است، خداوند توفیق محبت این ماه را باز هم در دلهامون زیاد گرداند و از خدای مهربان خواهان او هستیم که خداوند در دوام این ماه مبارک مشکلات ها و زحمت ها و سختی ها را از بالای سر ما دور گرداند و از الله بسیار مهربان دعاگوی او هستم که خداوند از همه مشکلات و سختی و دردی که امروز دنیا را تکان داده است و این درد عالمگیری که بالای تمام مخلوق خدا آمده است، از الله مهربان دعاگوی هستم که خداوند این درد را، این بیماری را از بالای تمام بندگانت دور بگردان و خدای مهربان بندگانی که به این بیماری از دنیا گذشتند رحمت و مغفرتشان کن. آنهایش که بیمار هستند خدای شفای کامل شان ته و آنهایی که الحال صحتند سلامتند خداوند آنها را مبتلای این بیماری نگردان. و الله مهربان دعاگوی او هستم که خداوند علل خصوص در این کشور زیبای ما، در این ملک محبوب ما، الله مهربان خوبی ها را و نیکی ها را و برکات را عطا فرما و این درد هم که امروز نصیب این ملک ما و مردم ما هم که شد، خدایا با فضل کرمت این درد را و این غم را از بالای این بندگانت علل خصوص بندگان روزدارت خدای مهربان دور بگردان و ملک ما را الله مهربان زیبا و نیک و خوب بگردان. بندگانی که در این زیبایی و آبادی و پیشرفت این ملک و این ملت سهمگذاری میکنند، خدمت ها میکنند، خداوند با فضل و کرمت در پناه رحمت و عصمت نگهبانشان باشی. علخصوص رهبری دولت هم که در این روزها خیلی تشویش ها و خیلی سرگردانی های زیادی دارند برای دور کردن این بیماری و این مشکلات. الله مهربان کاراشان در برکات و کشایش نصیب بگردان. برادران و مادران و خواهران عزیز، دیروز من در برنامه تلویزیونی از طرف نمایندگان دین برنامه را گوش انداختم که مردم را برای دستگیری در این روزهای سخت، برای مبلغ گذاری احسان کردن به صورت حسابهای مخصوصی که در تلویزیون نمایش داده می شد گوش انداختم. راستی بعدی انجام این برنامه سخن رهبر دولت که پیشتر صدا داده بود که در این روزها از زمره تماشابین و از زمره آدمان بی‌طرف نباشید، ما هم
برای خود تصمیم گرفتم که البته نکند که از زمره تماشابین و بی‌طرف باشم و انشاءالله موافق همون توانایی و شرایط امکانیتی که دارم خدا خواهد در این صورت حساب مبلغم میگذارم و دیگر خدمتی که کرده میتوانم همچون یک نفری از این جامعه بسیاری از برادرانی که امروز امکانیت دارند برای اونها خبری دارم، برای اونها خوشخبری داریم از معجزه، از کتاب الهی، از قرآن و از خبرهای پیامبر گرامی. میخواهم در این سمتم خدمت خود گذارم. شاید از خدا امید است که نفرهایی که این سخنها را گوش می اندازند، این آیتهای قرآن را گوش می اندازند، این سخنهای زیبای پیامبرمون را گوش می اندازند، انشاءالله اونها هم در این مسئله کمر همت بندند و این روز حقیقتا روزی سختی که بر بالای مردم ما و شما، ملت ما و شما، سرزمین ما و شما آمده است. اگر ما ایرا برادران عزیز یک جای شده با یک همبستگی، با یک دیلی، اگر سر یک سخن، سر یک صحبت، سر یک میز نآییم برادران عزیز و گرامی، حقیقتا روزی می شود که خداوند این بیماری را دور می کند ولی به هر حالم که باشد ما طی کردن این روزها برای ما مشکل می شود، به خاطری که در این میان انمون همبستگی و انمون همدردی و انمون دستگیری ها اگر نباشد. بینین عزیزان خدا می گفتن پشه چون پور شد بزند پیل را، با همه تندی و صلابت که اوست، مرچگان را چو بود اتفاق شیر ژیان را بدرانند پوست. هیچ کس باورش نمیاد که پشه فیل میزده باشد، هیچ کس باورش نمیآید که مرچه شیر چپه کند. ولی عزیزای خدا میگن که اگر اینها جمع باشند البته فیل هم چپه میکنند، اگر جمع باشند شیر هم پاره پاره میکنند. از این لحاظ انشاءالله از تعبیر این عزیزان خدا خلاصه منم همین است که اگر ما همه کسا جمع شویم، البته کمر همت بندیم و علاوه خصوص در این ماه مبارک برای رفع این بیماری، برای خرسندی دل بندگان خدا، اگر یک جای ما و شما حرکت کنیم برادران عزیز و گرامی، انشاءالله همه گل میگردد و از خدا امید است که ما و شما از این کارمون پشیمان هم نمیشیم و بسیار خیر و برکت زیادم میابیم. برادران عزیز و گرامی، من قبلا میخواستم آیتی را از سوره مبارکه بقره آیت 261 که الله مهربان میفرماید مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. صدق الله العظیم. برادران عزیز، خوب گوش اندازیم خدای مهربان چه یک مثال زیبا میزنه، چه یک ما را یک ترغیب و تشویق زیبا میکنه. این مثال آن کسانی که مبلغ هاشون در این راه ها، یعنی در راه های خوب، در راه های نیک، در راه های دستگیری، این مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، یعنی در این راهی که در او رضاگی خدا هست. وقتی که شما احسان میکردین، خیر میکردین، خداوند این را به چی نسبت میتد؟ میگه کمثل حبه انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبه. خدا میگه این مثال یک دانه هست که وقتی او را زیر خاک میکنن این دانه به درخت مبدل میشود و از این درخت 7 خوشه بیرون میشود و در هر خوشه 100 دانه از این دانه ها وجود دارد.
ببین مراد از این تمثیلی که از این مثالی که الله زد معناش چی است؟ معناش این است که یک سومی را که شما امروز اگر در این راه صرف میکنید، مثال انمون یک دانه هست که 700 دانه حاصل میتید. یعنی در عوض یک سومی که برادران عزیز شما امروز در راه خداوند احسان کنید، برای دستگیری مردم خودمان، برادرای خودمان وقتی احسان میکنیم، الله میگه در عوضش نه تنها 700 ثواب. برادرای عزیز خوب گوش اندازین وعده های پروردگارم. البته هر یک خیلی انسانی که در این کار وقتی که دست میزنه، من به او مراجعت دارم که اینجا در اعتقاد در کار، اینجا اخلاص در کار، اینجا انمون دعوای دینداری و ایمانداری که ما میکنیم، انا همینجا در سر انامین فرموده خدای مهربان آمدن در کار که الله مهربان میگه نه تنها من 700 ثواب در عوض یک سامان یا در عوض 10 سامانی که شما صرف کردین من برای شما میتیم، بلکه الله در دیگر آیت قرآن اینجا پیش ما هست که از سوره مبارکه سبا آیت 29 و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، خدا میگه هرگاهی که شما از مالهاتون احسان میکنین و خیر میکنین، و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، خدا میگه همون مال دهنده ای که تو نداشتی من تو را مال داده بودم، امروز که تو را امر دارم که با احسان کن، خیر کن. وقتی خیر کردی و احسان کردی، خدا میگه فهو یخلفه، من همون خدای هستم که باز در عوض این احسان خیرت باز برای تو مال میتیم. برادران عزیز بینین 700 ثواب، والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. خدا میگه از 700 هم همت دارم که از اون دم زیادتر تو را اجر میتم، ثواب میتم، همچنان مالت میتم. در عوض مالی صرف کردگید با مال میگیری، هم مال میگیری، هم اجر میگیری، و هم چی برادری عزیز، هم خداوند به طفیل این گناهات مغفرت میکنه. چی یک بشارتی به خدا قسم بالا و زیبایی هست برادران عزیز و گرامی که اگر ما این سخن را اگر درک میکردگی باشیم. برادران عزیز و خیلی گرامی، حتی در حدیثایی که از جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که به دست ما هست، انشاءالله من از این حدیثای پیامبر گرامی برای شما خوانم که میگه جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و سلم، یک مرد آمد پیش پیامبر نازنین ما، عجیب یک سؤال زیبا کرد، گفت ایو صدقه اعظم اجرها. گفت پیامبر نازنین در بین همین خیر و احسان ها کدام صدقه، کدام خیر بزرگتر است، پاداشش بلندتر است و پیش خداوند محبوبیت دارد؟ برادران عزیز سوالم سوالی زیبا، جوابش با از این ده زیباتر. پیامبر چی گفت؟ گفتن ان تصدق و انت صحیح شحیح تعمل الغنا و تخشى الفقر. گفتن بهترین صدقه، گفتن همون صدقه هست که اون صدقه چگونه صدقه باشد؟ پیامبر گفت وقتی که تو صحیحی، صحیح به معنای که امکانیت داری، یعنی امکانیت داری، مبلغی داری که تو او را مقصد برای برادرات، برای خواهرات، برای درمانده ها تو وقتی احسان میکنی، میگه تو در همون امکانیتت هست که انشاءالله تو از سر او مالت احسان و خیر کنی. او امکانیت داری، یعنی همه او کلید خزینه ها و همه بگیم همون امکانیت ها و همون فرمان ها و همه در دست تای. همون زمان وقتی میگه تو صدقه میکنی و در خیالت میگه یک چیزی میگذرد، تعمل الغنا و تخشى الفقر. وقتی تو مبلغ جدا میکنی میگوی من این را باید احسان کنم و خیر کنم، زیرا خدای من در عوضش مرا اجر میده، مرا ثواب میده.
مرا هم مبلغ میده هم گناه مغفرت میکنه. میگه در ذهن تو شیطان چنین وسوسه های را میارد، نکن که تو به فقر میره، تو به کمبغلی میره. این تعمل الفقر تعمل الغنا و تخشى الفقر، تو را از کمبغلی میگه شیطان میترساند و در ذهن تو هر خیل خیالا میارد. میگه تو این مبلغی را که حاضر برآورده احسان میکنی، تو به این میتونی که یک کاربار دیگری تا انجام تی. لیکن پیامبر میگه تو این سخنهای شیطان وقتی یک طرف میگذاری و بازم این برده مبلغ گذاری میکنی، احسان میکنی، خیر میکنی، پیامبر گفت بهترین صدقه این صدقه است. حتی در دوام سخنش پیامبر به چی گفت؟ ولا تمهل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا ولفلان کذا الا وقد کان لفلانین. پیامبر گفت هیچگاه ای امتی من، ای امتی به غیرت من، ای امتی با رحم من، هیچگاه برای خودتان مهلت نگیرین که پگاه میکنم، روز دیگر میکنم، تا جایی که حتی جان به حلقتان آمد و بعد یکی احساس کردین و بیدار شدین که این دنیا وفا نداشته است، باید حتما من این کارا را میکردم. انکو اونجا در وقتی میگه شما میبرارین و بعد مبلغ گذاری میکنین، این دیگه به نفع شما نیست، این به فایده شما نیست. دیگر ایرا برده فلانی را بته، ایرا برده فلانی را بته. پیامبر گفت به تو هم دیگه وای از فلانی میشود. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، سخنهای پیامبر، آیتهای قرآن خوب گوش اندازین که چی به خدا قسم یا مرحمت های. خیلی کمین ماه مبارک رمضان می آید و ما از این روزه می داریم، ما تلاوت قرآن میکنیم، ما از این مقصد گرفتن ثواب داریم که این ماه غنیمت است، این امروز تا پگاه بود می شود. این مرحله که حاضر آمده است، این هم غنیمت های برادر عزیز. از خدا امید است که این هم حیات کم دارد، این هم یک دشمنی هست، بگیم این وبا هم که دشمن مغلوب شونده است، این حتما می شکنه، این حتما از بین می رود. لیکن در این بین این خدمت ها و این احسان های کردگی من فایده جان، فایده آخرت، فایده دنیا ما و شما می شود. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را. میگه پریشان کنیم روز ای گنجینه جوست، پریشان کنیم روز ای گنجینه جوست، که فردا کلیدش نه در دست توست. بینه بر کفی دست هرچی هست، که فردا به دندان گزی پشتی دست. خدا رحمتت کنه شیخ سعدی. برادرای عزیز ببینید چه عزیزای خوب داریم، چه نصیحتگاه بهترین داریم. گفتی حضرت مولوی گوش باید که بشنود این را. برای این سخنها گوش در کار برادرای عزیز که این سخنها را گوش کنند. پریشان کنیم روز ای گنجینه جوست، که فردا کلیدش نه در دست توست. مقصد امروز تا غنیمت بشمار، به فردا نگذار که فردا مقصد او کلید دیگر در دست تو نیست، دیگر او سپارش های دست تو می روند، دیگر این امکانیتی را که امروز داشتی، این امکانیت شاید فردا در دستت نباشد. عزیزی خدا را بینه بر کفی دست هرچی هست، که فردا به دندان گزی پشتی دست. بکن بچه میگه که دنیا را پدرود میکنی میروی، ولی انگشت حسرت میگزی، این انگشت پشیمانی میگزی که چرا مقصد این کاری که در دستی من بود، امکانیتی بود، چرا من این را مقصد انجام ندادم. من برای شما برادرای عزیز یک قصه را پیش میارم. میگه یک نفر پیش پیامبر گرامی آمدن، گفتن حضرت من از تو 3 سوال دارم. یکم سوالم، در بین امت تو پهلوان کیست؟ امروز اگر برادران ما را سوال کنند، شاید ما پهلوان هایی که در دیارمان داریم نام های همین ها را بگیریم، ولی پیامبر گفت پهلوان امت من آن کسی نیست که پشت مردم در خاک گذارد. یعنی مثل این گوشتینگیر هایی که ما داریم و مثال حریف را میگیره در زمین میخواباند. گفت پهلوان های امت من اینها نیستند، پهلوان های امت من آن کسی هست که خشم خودش، غضب خودش فرو میبرد. سوال دهنده جوابش گرفت، گفت حضرت دویم سوالم، در بین امت تو به اولاد کیست؟ نفری که فرزند ندارد،
امروز این سوال ها بر ما شود، میگیم خیلی کسی را که خدا اگر ای نعمت فرزند محرومش که باشد، میگیم وای به اولاد به فرزند ای. پیامبر گفت به فرزند آن کسی هست که از پیش از رفتن خودش فرزند او این دنیا را ترک نکرده است. یعنی در حدیث آمده است که فرزندایی که از ما نابالغ وقتی که دنیا را پدرود میکنند میروند، روز قیامت اونها برای پدر و مادرشون دعوای شفاعت دارند که من مقصد خدایا پیش تو دعوا میکنم، پیش تو من منزلت دارم که پدر و مادر مرا داخل جنت کن. و کسی اگر فرزند از او گذشته نباشد، یعنی بین یا دستگیر در روز قیامت نداشته باشد، اینها را به اولاد میگن. جوابش گرفت. او سوم سوال، پیامبر نازنین فقیر کیست؟ فقیر برادر از مسکین فقیر، گو همین مسکین و فقیر کیست؟ امروز اگر بینین در ما میپرسن که مقصد در محلتان فقیرها کیان که مثال کمک مالیشون کنین، ما فقیر برادر عزیز همینها را میدانیم. پیامبر گفت که فقیر گفت فقیرای امت من گفت فقیرهای روز قیامتن. روز قیامت گفت من امتهای دارم که فقیرن مسکینن هیچ چیز ندارن. گفتن حضرت کیا هستن؟ گفت کسانی که در دنیا امکانیت داشتن که خیر کنن، احسان کنن، مبلغ گذاری کنن ولی نکردن. روز قیامت گفت این امتهای من فقیرهای روز قیامت به شمار می روند. برادران عزیز و خیلی گرامی، از همه شما من در عوض این صحبت هایی که دارم، من میتونم برادرای عزیز برای شما ساعت ها صحبت داشته باشم. میتونم انشاءالله از این آیت ها و حدیث های فراوان پیامبر نازنین به گوش شما سخن های زیاد رسانم، ولی فکر میکنم که برای انسان میفهمیدگی میگه برای آدم دانا یک اشاره. محمد صاحب در کلیاتش میگفت یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی با فهم میگفت یک نکته هم کفایت میکنه، و الا آدمی نفهمد مثل یک آدمی نابینا را در پیشش برده یک چراغ گذاشتنه. از این لحاظ من انشاءالله شما را از زمره کسانی میشمارم که شما خدا خواهد میفهمید، شما درک میکنید و انشاءالله پر از برادرها و خواهرایی که من گمانم همه که طلبگار این ثواب هستند، خریدار این ثواب هستند. یک قصه در ذهنم آمد. در زمانهای حکمرانی هارون الرشید میگه رومی ها بر بالای مسلمان ها میگه هجوم کردن. مردم آمدن نزد هارون الرشید گفتن در فلان منطقه رومی ها بالای مسلمان ها هجوم کردن، مسلمان ها هیچ امکانی ندارن که از خودشان دفاع کنن. اون زمان برادرای عزیز در زمانهای هارون الرشید میگه واعظ همون زمان حضرت عمار بود. میگه آمدن پیش عمار گفتن حضرت اگه شما دعوتگرین، مردم گپی شما را با گوش می اندازه، مردم را رسانین که تا یگان مالی را کمکی را بیارن تا مسلمان ها یک قوت پیدا کنن و خودشان از هجوم این رومی ها، مردم روم مقصد دفاع کنن. هر کس آورد مبلغ گذاری کردن برادر عزیز و زن میگه هیچ چیز نداشت. ببینید زن هیچ چیز نداشت. میگه وارد خانه شد و مویه های دراز داشت. مویه هاش میگه از بیخ برید و در داخل یک لطه پیچانید و میگه دستی به دست، میگه به دست عمار رسید. وقتی که میگه عمار میگه کشاد، میگه لطه را فکر کرد در داخلش یگان مبلغ، میبینه دو موی سری دراز از زن و یک مکتوب نویسانده شده است که بسیار از شما بخشش میپرسم که بجز همین دو موی سری که باید امروز من روزی یاردم است، روزی کمک است، باید یاردم کنم، بجز همین دو تار موی سرم هیچی نداشتم. از این لحاظ خواستم همین را هم برای شما روان کنم تا اینها را سر به سر کنین. حداقل پای یک شتر، پای یک حیوان اگر در همون
حالتی مثال محاربه شما بسته هم که شود، من در همین ثواب شریک شوم و من هم در همین معرکه شما به نصیب نمانم. برادران عزیز و گرامی، امروز انشاءالله این جامعه ما تا او حدی نیست که خواهرای ما یا برادرای ما عضوها و اعضاهای خودشان مقصد احسان کنند. لیکن من یک گویم باورم هست که وقتی مسجد می ساختیم مادرای بودن که حتی رفته چله هاشون دستمان هاشون فروختن برای ثواب که ما صدقه جاریه می شود گفته آورده در مسجد ها مبلغ گذاری کرده بودن. امروز هم همین مادرای ما، خواهرای ما، این برادرایی که از ما هستند میتونن که بعضی همون لوازمات هایی که ذخیره کردن از سر اونها هم برده مقصد در فروش مانند 100 سو می شود، 200 سو می شود، 500 سو می شود، در همین صورت حساب ها گذرانند. انشاءالله شما پاداش ایره برادر عزیز، خواهرای مهربان و خدا قسم در پیشگاه الله مهربان شما به دست میاره. برای این حرکت کنیم. این روزها باز میگو میگذرد ولی این ثواب هم در دست شما دیگر باقی نمیماند. در تفسیر ابن کثیر خوانده بودم، میگه در زمانهای پیامبرمان یک مرد پیش پیامبر آمد و گریه کرد. گفت مادر من خواب دیدم. گفت چی خواب دیدی؟ گفت خواب دیدم که در دستش یک تیکه پخته است و آتش دوزخ که بر بالاش هجوم میکند با همون پخته آتش همون جهنم میزند. پیامبر گرامی تعبیر خوابی من چیست؟ گفت مادر در حیات همون مقدار یک پخته که داشت همون را که خیر کرده بود خدا در دستش داد که امروز خود از آتش جهنم دفاع کن. یعنی برادرای عزیز صدقه، ولی من در اینجا بسیار چیزهایی را در ذهنم داشتم که فایده های صدقه چیه. یکی از فایده هاش همین است که صدقه روز قیامت هم سایبان تان می شود و هم یک آلت محافظت خودتان از عذاب خداوند می شود. چگونه این مادر مقصد از این صدقه کردگیش خودش از آتش جهنم نگه می داشت. یک حدیث در آخر می خوانم برادران، با همین دعا می کنم. حدیث جناب امام منذری در کتاب الترغیب و الترهیبش میارد در باب آدمانی که احسان میکنند. میگه پیامبرمان برادرای عزیز و گرامی گفته بود است که این صدقه المسلم تزید فی العمر. یکم وقتی که بنده ای که اگر احسان میکند خیر میکند چیزهایی را که الله میتید او را ما از مخلوقش گرفتن نمیتونیم. یک، عمر تا خدای مهربان زیاد میکنه. عمر آدم به سبب احسان برادرای عزیز، خیر و احسان، عمر آدم زیاد میشه. تزید فی العمر و تمنع میتة سوء. دویم همین که خداوند وقتی تو دنیا را پدرود میگوی، وقتی تو از این دنیا میگذری، میگه خدای مهربان چنان جان تمه گیرد که دیگرها آرزو میکنن که ای کاش مثل فلانی خداوند جان مرا گیرد. خیلی که بسیاری مردم بینیم میگه در رمضان خدا جانش گرفت، در مکه مکرمه جانش گرفت، در مسجد جانش گرفت. ببین در یک یعنی در راههای نیک جان تمه گیرد که همه آرزوی بگیم حتی همون جان دادن تر میکنند. میگه دویم چیزی که خداوند میتید این است که تمنع میتة سوء. هیچ وقت جان آدمی سخی را خداوند با بدنامی نمیگرفته است. سه، و یذهب الله بها الفخر و الکبر. میگه آدمی که اگر احسان کار باشد و خیر میداشتگی باشد و آدمی صدقه میکردگی باشد، خدا دو خصلت رذیله را از او میگیرد، یکی تکبری را، یکی فخر را. یعنی هیچ وقت در آدم سخی خداوند این خصلت‌های رذیله را نمیمانده. یکی تکبر، یعنی آدمی ناپسند، آدمی مثال بگیم بسیار به هوا و هوس داده شده، آدمی که دیگرها را حقیر میشمارد و بسیار فخر، دغدغه و دبدبه میکند که این خصلت اصلا هیچ کس دوست نمیدارد، حتی الله دوست نمیدارد. میگم من از انسان‌هایی که دست سخی دارند
من این خصلت ها را میگیرم و در جاش چی میتیم؟ در جاش خاکساری و حلیمی میتیم که آدمای سخی خاکسار میشوند و حلیم میشوند. دیگر هدیه که شما از احسانتان میگیرین، پیامبر گفت این صدقه تطفئ غضب ربی کما یطفئ الماء النار. دیگر هدیه‌ای که الله بر آدم سخی میداده است این بود است که غضبش خدا در بالات خاموش میکنه، هیچگاه بالای تو غضب نمیکند، غضبش میپوشاند، چگونه ای که میگد آب آتش خاموش میکند، همچنان صدقه شما غضب خدا را خاموش میکند. برادران عزیز و گرامی، شیخ سعدی فرمود که زر و نعمت اکنون بده کان توست که بعد از تو بیرون ز فرمان توست. با دنیا توانی عقبا خری بخر جانی عزیز ورنه حسرت خوری. زر و نعمت اکنون بده کان توست که بعد از تو بیرون ز فرمان توست. با دنیا توانی عقبا خری بخر جانی عزیز ورنه حسرت خوری. همین جهازیر بودن و ده میتونی آخرت بخری. انمی با احسانات، با خیرات، با دستگیریات برادر و خواهر عزیز میتونی که آخرت بخری. در آخر بازم از شما خواهش میکنم برادرای عزیز و گرامی که عزیزای خدا میگن تو که از غم دیگران بیغمی نشاید که نامد میهن آدمی. شیخ سعدی میگه من تو را آدم نمیشمارم. امروز اگر در غمی برادرها و در غمی همدیارای خودت اگر شریک نباشی من تو را آدمم نمیشمارم. زیلی هاست برادرای عزیز و گرامی امروز همه ما غم شریک باشیم. امروز چی امکانیت داریم احسان ها ما بکنیم؟ هست انسان هایی که ممکن قوت 10 سامان دارن، ممکن قوت 20 سامان دارن. در محله ها هست نفرهایی که انشاءالله مردم اونها را گوش میکنن. اونها مقصد میتونن خانه به خانه بین جمع آوری میکنن، 1000 سو میشود، 2000 سو میشود، برده در همون صورت حسابا گذاریم تا انشاءالله همون ذره ذره جمع شود، بین عاقبت دریا بند شود. میشود از ذره ذره هم گپ در سر ذره نمیرود، گپ در سر همت میرود. خدا رحمت کنه شاعرها رو میگفت تنگ چشمان را به نعمت سیر کردن مشکل است، مرد میدانم که مرغی را ضیافت میکنم. بینم نمی یک مردکی که در پیش مرغ دانه میپرتاید، من را مردک میگم که یک مرغ از ضیافت دادیسه. گپ در سر یک دانه گندم نمیرود، گپ در سر چی میرود؟ دستگیری میرود. گپ در سر آن میرود که این دعوایی که ما داریم از دینداری و ایمانداریمون اینجا در اثبات خودش میآورد. برادران خودتان از این ثواب دور نگیرین. خود در درون باشین، خود در خارج باشین، خود در کجای باشین، این صورت حسابا هستند. سهمتان بگذارین، خودتان از ثواب بی بهره نمانین. الله همتون عمر دراز تیه، ایمان کامل تیه. بازم خدای مهربان این درد و این مشکلات از این جامعه ما، از این تاجیکستان محبوب ما دور بگرداند و با همون روزهای خوب و روزهای نیکی که داشتیم خدای مهربان با همون حالی همون روزا همه ما و شما را پس بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله